موسیقی بسلگری قلب‌هاست. در تقویت این گفته‌ها هنرمندان مشهور مشرق زمین از قبیل ارون افشار، حمید هیرا و یلدوز عثمانова به فستیوال تابستانی 2021 دوشنبه تشریف آوردند. سلام، من باباجان مهتاجان هستم، نوبدار در شهر. آفتاب در حال غروب است. ساکنان و مهمانان به محل برگزاری فستیوال تابستانی دوشنبه واقع در نوروزگاه پایتخت میآیند. مسئولین شرکت آسمان ایر دو کره هوایی را به خدمت به مردم آماده کردند. این گونه امکانیت تماشای شام دوشنبه از بلندی پرواز پرنده خیلی فوق‌العاده است. هرچند نرخ پرواز 50 سومانی است، خواهشمندان زیادند. شخصانی که امروز در این فستیوال اشتراک دارند باید نیرو، قدرت و خوشبختی به اندازه در اینجا اشتراک دارند و برای هم شهروندان تاجیکستان عزیز، برای شهروندان دوشنبه شهر عزیزی ما، برای همشان برای کامیابی خواهان هستم. فکر میکنم که همه از تماشا و دیدن این فستیوال بسیار با نفوذ و زیبا در استقلال هستند، در راحت هستند. برای همه برای کار یک قسمت نوروزگاه را شرکت‌های وطنی گرفتند که محصولات خود را به نمایش گذاشتند، شروع از خوراک تا سر و لباس‌های ملی و زرگری. در این نمایش همچنین شرکت‌های خدمت‌رسانی‌های خود را معرفی کردند. این ماشین‌های واهمناک مال یک از شرکت‌های تاکسی میباشد. قسم دیگری نوروزگاه زیر غذاخوری فودکارت جدا شده است، ولی بسیاری به هر حال برای دیدن و شنیدن سراینده‌های نامدار آمدند. نوباور چناروف، فاطمه مشربова، барон، مدینه اقنظرова، زلیخا، شبنم سرایова و فرزانه خورشید زیاده از 10 آوازخوان وطنی مهمانان را سرگرم کردند. مهمانان عزتمند چاره‌بینی باشد سراینده‌های مشهور مشرق زمین یلدوز عثمانова، حمید هیرات و ارون افشار بودند. هنرمند ایرانی ارون افشار با دسته هنری خویش و با آواز زنده ایجادات خود را به مردم پیشنهاد نمود و مخلصان از این سپاسگزاری نشان دادند. فستیوال تابستانی دوشنبه 2 روز دوام داشت، 25 و 26 سپتامبر. آن بار سوم است که در پایتخت می‌گذرد. چاره‌بینی با مقصد جلب سیاحان و معرفی دوشنبه همچون شهر دارای امکانات‌های سیاحی برگزار می‌گردد.